اتفاق مردم اینمی یک انسان میره میخونه بشوره میخند میکنه معلومات عالی را میگیره با بهای اعلی میره در کار قبولش نمیکنه. اونجا باید کی قبول کرده بشه خیشوی محمدی شریف الرحمن، کی قبول کرده بشه خیش تبای دامادوش، همه همون نزدیکای خشون قبول میکنه. در بین مردم چی میشه دنگرگی و کار کرده است موزنچی دمو دنگرگی نیستیم نشی باید اتفاق نباشه. دیگه من برای چی همین کارا میکنن که مردم دیپلم دارن معلومات عالی مقصد با بهای اعلی قبول کرده گرفتگی برای چی همین رو قبول نمیکنن در کار؟ برای که قتل امید دیگر جوانا بشه. یک آدم خونده سه مکتب میانه را فکر میکنه که من میخونم دیپلم میگیرم سیرانو در کار قبول نمیکنن. میرم اون روسیه در روسیه شکتور میکنم میگردم. مقصد یا باید که برای همون پولش نیست که ما باید که پولی را بگیریم بعد در کار قبولش کنیم. این 30,000 دلار که باید میگیرن بعد یا وظیفه را میتونی خیلی سومه در ساعتش میوان شروع افته استم دیده استیم هم میوان. نه که مقصد یا قتل امید انامی جوانایی هست که امروز در مکتبای میانه تحصیل میکنن. این خیلی وطن پیش نمیره. امروز بله خیلی مقصود درست گفتم. برای چی مردم همین قبق گرد نزدن؟ این وقت راست در ما جوانو نیست، در پدرای ما. برای چی پدرای ما گرد نزدن؟ امروز ما را پدرامون نه هم میکنن که اگر ببروین شما گرد بزنین شتایتی مقصد خونه ما اینجاش پدری خودم زن خودم بیرون ایدار کرد گفت که جا تبیا و در خونه خسرم قرار دارم لکن تمام خیلی پرابلم در کار نیست. نه که پگه من امروز خرق نمرم پدرم گرد نزنم پگه فرزندی من خدا میگنم را داجی چگونه که امروز ما دیدیم در پیشش هم که بازونو میزنه دعا میکنه و بودم ما را هم چون تروریست در وطن نگاه میکنه. ما حقوق خودمون طلب میکنیم. جوانای امروزه را گفتن یک گروه تروریستا در مسکو جمع شده. برادرای собрались террористы, молодые террористы против государства Таджикистана. А мы молодые люди вот собираемся, не хотим такого вот режима. А нам объявили, собирались террористы там в Москве и они научились у киевского так называемого хана, да? Они хотят беспокойства в Таджикистане и воевать, и убивать, как в 91 году, в 92 году. А мы не хотим этого, мы не хотим войну. У нас нет оружия, у нас нет ничего, мы просто не хотим этого. خب انا برادر همین ما حاضر حق خودمون طلب کرده استیم. ما تو حاضر کورچه یکی نمی قاگ اجازه تا برای اگون سیف کردن باشه یا اگون چیز پتکاوری کردن باشه اجازه تا قتیب گردوندن. نه که من قتیم تو حال نگرفتم خیلی کورچه. ما چه خیلی تروریستم. ما پروسه اینم که یک جوانی توجیک جبر دیدگیم اینمی حکومت داروی توجیکستان آزادی خود من دیده استم. من مرحمت ضبط کنیم. طلب دارم التماس جناب رحمانوف وظیفه را خالی که یک انسانی با ناموس یک انسانی با انصاف تو بر این آدم خونخور نه یک انسانی با ناموس بیاید بشینه ملت عیبخوری و ذلیلی جمع گیر کنه سرجم کنه بمونه. ما میخواهیم که زندگی ما رنگی زندگی ما مردم ترکیه باره نرمال زندگی باشه. ما را یک مادر ما را تولد کردگی همون مادری که انسان ما را شیر دادگی. ما شیر گاو خوردگی نیستیم، ما شیر خر خوردگی نیستیم که خر باره کار کنیم. ما را زندگی آزادانه میخواهیم در وطن خودمون جای کار داشته باشیم، در وطن خودمون فعالیت کنیم. میخواهیم فرزندای ما تربیت خوب داشته باشن.